ساده ترین روش دوخت اینستاگرامی. با 3 حرکت 3 برش یه پیراهن ساحلی برای خودت بدوز، اونم تو خونه. با من همراه باش. پارچه رو به اندازه قد تاپ یا پیراهنت برش بزن. بعد 4 تاش کن، یعنی 2 بار تا بزن. از بالا به اندازه قد آستین تا بزن. وسط این تا رو مشخص کن، یه علامت بزن. از سمت 4 تا 10 سانت پایین بیا، علامت بزن. از 1/2 به 10 سانتی خط اوریب بکش. این خط رو برش بزن. قسمت تای بالا رو هم برش بزن. برش رویه به عنوان آستین لباس هست. 4 تا تار داریم ما این قسمت آستین و درزها رو کنار هم قرار میدم. به این صورت اینجا میشه درز آستین. این هم یقه لباس و دم آستین، درز لباس و قسمت پهلوی لباس. 4 تا درز آستین رو دونه دونه با زاپاس دوخت 1 سانت چرخش کن. درز پهلو رو هم به همین حالت چرخش کن با زاپاس دوخت 1 سانت. قسمت یقه و قسمت دم آستین رو هم سردوز کن. میتونی نوار و ریب هم استفاده کنی. کش رو به اندازه دور بازو حلقه کن و دم آستین بذار و به اندازه پهنای کش به اضافه نیم سانت از دم آستین رو تا بزن و کش رو بدوز. قسمت یقه رو هم به همین حالت کش رو حلقه کن و لبه یقه رو 1 سانت و نیم تا بزن و کش رو بدوز. پای لباس تو هم چرخش کن و این هم میشه تاپ ساحلی و یا پیراهن ساحلی.